خیلی بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، ما در زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم از کتابی که در دست داریم مختصر از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم از ابن هشام مختصر این کتاب رو قرار گرفتیم در حادثه حدیبیه، در فتح مکه، واقعه حدیبیه که در سال 6 از هجری رخ داده بود. در اینجا قرار گرفته بودیم. گفتیم این رو از اینجا تا فتح مکه میرویم ان شاء الله. امر الحدیبیه یعنی واقعه حدیبیه في آخر سنة 6، در آخر سال از ششم. قال ابن اسحاق میفرماید که ثم اقام رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابن اسحاق رحمت الله علیه میگوید که پس از فتح خیبر، بعد از بازگشت از حدیبیه، در موردهای دیگری که هست در مدینه، در ماه رمضان، در مدینه منوره در ماه رمضان و ماه شوال رو در آنجا قرار گرفتند. و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه ذوالقعده برای ادای عمره بیرون شدند. در ماه ذوالقعده برای ادای عمره، یعنی که عمره و حج بدون یگان قصد جنگ بیرون شدند. صلی الله علیه و سلم بدون یگان قصد جنگ بیرون شدند. صلی الله علیه و سلم. ابن اسحاق میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم عرب‌های اطراف و عرب‌های بادیه رو دعوت کردند که با آنها برای عمره برآیند، که برای حج برآیند. به خاطر آنه که شاید در دلهاشون چیزی پیدا شد که قریش میان راه با او جنگ کنن، با او صلی الله علیه و سلم بجنگن، یا او صلی الله علیه و سلم از ادای این حج باز دارند. اما بیشتری از اعرابی ها بادیه‌نشینا در این کار سستی کردند و دیر آمدند، یا که عموما نه آمدند. و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم با هر کی با او بود از مهاجران، که اکثر آنها عرب های بودند که با او پیوسته بودند با صلی الله علیه و سلم، با آنها بیرون شد و با همراهی خود حیوان های قربانی، حدی میگویند، قربانی رو نیز با همراهی خود گرفته بردند، چون در آنجا قربانی لازم است. از برای عمره احرام بستند و تا مردم بدونند که آنها از برای جنگ نه آمده ایستادند، آنها از برای حج یا که از برای عمره رفته ایستادند، فقط خواستند از برای زیارت این خانه مقدس روند و این خانه مقدس را که در قلب‌های خود بزرگ می‌شمردند آن را آشکار کنند. همین طور احرام بستن رسول الله صلی الله علیه و سلم با این حیوان‌هایی که شترهایی که با همراه خود از برای قربانی گرفته بودند یک دلیل آشکار شد. دلیل آشکار بود که آنها از برای جنگ نرفته ایستادند، از برای عمره. ابن اسحاق می‌فرماید که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم عام الحدیبیه، برآمد رسول الله صلی الله علیه و در سال حدیبیه، یرید زیارت البیت، می‌خواهد خانه الله را زیارت نماید، لا یرید قتالا، جنگ نمی‌خواهد. و ساق معه الهدی 70 بدنه، که با همراهی خود زیاده از 70 شتر را گرفته بودند. و کان الناس 700 رجل، با همراهی 700 نفر از مردم. فکانت کل بدنه عن 10 نفر، که برای هر یک 10 نفر یک شتر میرسید، برای هر 10 نفر یک شتر میرسید. از زهری روایت است که گفت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم راه پیشه گرفتند، برآمدند تا آنکه با آن منطقه اصفهان رسیدند و در آنجا بیشر ابن سفیان الکعبی را در آنجا وا خوردند و گفت ای رسول الله، قریش از حرکت تو آگاه شده است، از آمدن تو به سوی مکه مکرمه الکه قریش آگاه شده است، از این باخبر است. قریش از این باخبر شده است و با زنان و کودکان نیز به سوی تو برآمده ایستادند، یکی برآمدند. این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که وای بر قریش، وای بر قریش، و درسته که جنگ آنها را فرسوده کرده است. چی زیانی داشت، چی مشکلی داشت، ما رو به مثل دیگر عرب ها میگذاشتند، تر میکردند ما را. اینکه چرا ما رو نمیگذارند، بگذارند ما رو به حال خودمون. اگر آنها بر ما غالب میشدند به مقصدهای خود میرسیدند و اگر الله ما رو بر آنها پیروز بگرداند میتوانند به سربلندی به اسلام درآیند. اگر نخواهند، این رو نخواهند، با آنها جنگ خواهد شد، با آنها جنگ میشود و آنها نیز قوت دارند. و گفتند که پس قریش چی گمان دارند، و گفتند که قسم به الله، من بر آن چیزی که الله مرا با آن آفریده است ما مبارزه میکنیم، میجنگیم تا الله آنها را مغلوب بسازد. سپس فرمود که کیست آن مرد که مرا به راه هدایت کند، راه برای من نشان بدهد، یک راه را برای من نشان بده که غیر راه قریش باشد، که ما با قریش روپرو نشویم، غیر راه قریش باشد، غیر آن راهی که به سوی ما آمده ایستادند قریشو. قال ابن اسحاق میفرماید که حدثني عبدالله ابن ابی بکر، بر من عبدالله ابن ابی بکر گفت ان رجلا من اسلم قال، یک مرد که اسلام آورده بود گفت انا یا رسول الله، من ای رسول الله.
وقتی که در این هنگام لشکر مسلمانان از راه مکه کناره‌گیری کردند، یعنی که خودشون رو یک طرف کردن، به راه دیگر میرفتن، در این هنگام سوارگان قریش، پیشروان قریش، کلان بزرگان قریش این حالت رو دیدند، از این چیز با خبر شدند و شتاب به سوی مکه برگشته خبر دادند و خبر کردند، دوباره خبر آورده دادند که از هر خبر پیگیری میکردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه دادند، راه خود رو ادامه دادند صلی الله علیه و سلم، که در آنجا شتر پیامبر صلی الله علیه و سلم که نامش قصوا بود که نشست و از جایش نخست حرکت کند. مردم گفتند که شتر خفه شده است، یعنی دیگر نمیخواد راه برود، که خسته شده است. پیامبر فرمود که نه، اون خسته شده است، نه خفه شده است، و گفتند که این خصلت شتر نیست، این خصلت این شتر نیست که در اینجا بنشیند و حرکت نکند. و گفتند که بلکه همان حالتی که در موضعی که ذات فیل، اصحاب فیل، لشکر ابرهه به سوی مکه آمدن دیگر پیش نرفتن قرار ایستادن، انا همون حالت برای این شتر رخ داده است. انا همون حالتی که شتران لشکر ابرهه را بازداشت، انا همون حالت برای این شتر منم رخ داده است. گفتن صلی الله علیه و سلم و قسم خوردن که سوگند به آن ذاتی که جان من در دست اوست، هر شرطی که قریش امروز بر من پیشنهاد کنند، اگر در آن حفظ صلح و رحم باشد، من قبول میکنم. گفتند. زهری میگوید که وقتی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در همانجا استراحت کردند که یک شخص به نام بودیر ابن ورقاع الخزاعی با چند نفر از قبیله های خزاعه، که این قبیله خزاعه از اتفاقچیانی پنهانی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، نزد او آمدند و از او پرسیدند، گفتند ای رسول الله، چی چیز تو رو به اینجا آورد؟ برای چی آمدی؟ چرا اینجا آمدی؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آنها این هنگام خبر داد. گفت من برای جنگ نآمدم، بلکه فقط میخواهم که کعبه رو زیارت کنیم و حرمت آن را نگاه بداریم. گفتند صلی الله علیه و سلم. و آنها به مکه برگشتند و به قریش این خبر را رساندند. گفتند ای مردم قریش، شما بر محمد زود حکم میکنید، او برای جنگ نآمده است، بلکه فقط میخواهد خانه الله را زیارت کند. در این هنگام قریش آنها را به تهمت و بدشتم‌ها سخنهای بد گفتند که حتی اگر برای جنگ هم نآمده باشد، سوگند به الله هرگز داخل کعبه نمیشود، به زوری هم این داخل کعبه شدن نمیتواند. و این هنگام عرب ها برای ما بگویند که محمد اجازه دادیم که با نیرو داخل مکه شوند، درآیند. این اولین سخنان بود که گفتگوهای صلح در اینجا قرار گرفت. اولین حالت‌های نقطه‌های صلح حدیبیه به نام صلح حدیبیه. قال زهری میگه و كانت خزاعه عیبه نصح رسول صلی الله علیه و سلم مسلمها و مشرکها. قبیله خزاعه دوستان و امین‌های صمیمی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، دوستان او صلی الله علیه و سلم بودند، هم مسلمانان از بنی خزاعه و هم مشرکان بنی خزاعه جان فدایی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردند. آنها هیچ چیزی را در مکه که رخ میداد از رسول الله پنهان نمیکردند. زهری میگه که سپس قریش نزد پیامبر یک نماینده فرستادند که نماینده آنها میکراز ابن حفص ابن اخیف برادری بنی امیر ابن لؤی بود. و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این ابن اخیف رو، برادر امیر رو از دور دیدن، فرمودند که این مرد خیانتکار است. وقتی که نزد پیامبر صلی الله علیه و آمد و با او سخن گفت، رسول الله با او نیز همون طور سخن گفت که با او سخن میگفت و با همراهانش صحبت کرد، سخن گفت که قصد جنگ نداشت، بلکه از برای زیارت کعبه آمده است. و در این هنگام میکراز به قریش برگشت و سخنان پیامبر را به آنها رسانید، با آنها این سخن را رسانید. و سپس هنگامی که این میکراز این سخن را بر قریش رسانید، خبرها بر آن رسانید، زهری میگه که بعداً آنها این قریشیان برای فرستاندن پیامبر صلی الله علیه و آله برای نزد آنها آمدن، یک کسی رو روانه کردند به نام حارث ابن القمه یا که ابن زبان. آن رو فرستاندند که در آن روز سروری آن قبیله های احابیش میگویند، و احابیش یک گروه از قبیله اتفاق کرده با قریش بودند، یک گروه بوده که با قریش اتفاق کرده بودند. و این حلیس ابن القمه از بنی حارث ابن عبدالمنات ابن کنانه بودند. چون پیامبر علیه السلام او را از دور دیدن، فرمودند که این مرد از قومی است که طبیعتاً عبادت کننده دارند، و فرمودند که پس آن حیوانها، آن قربانی ها، آن هدیه هایی که با خود داشتند پیش رویش بیارند، هدیه ها رو، آن قربانی رو پیش بیارند، تا با چشم خود انمی هدیه ها، انمی قربانی
قربانی‌ها رو ببینن. وقتی که حلیس حیوان‌های قربانی را دید که در آن دامنه وادی آنها آماده ایستادند یا که در حرکت هستند، در چراگاه دید که زیاد هستند، شماره آنها زیاد است و از راهی سفری دراز دیدن که موی‌هایشان ریخته و پژمرده شدند. برای آنها در آنها چیز دید، همین چیزها رو دید. هنگامی که این را دید راست برگشت به سوی قریش، برگشت و بر آنها خبر داد و قریش گفتند که بشین تو یک اعرابی صحرانشین هستی، تو چیزی رو نمیفهمی. ابن اسحاق میگه که حدثنی عبدالله ابن ابی بکر بر من سخن گفت، که بر من روایت کرد که حلیس سرور احباش وقتی چنین جوابی به عادلانه آنها را دید، سخن زشت رو از قریش شنید، سخت خشمگین شد. بعد گفتن که یک بودیانشینی چیز هستی. بر آنها گفت که ای گروه قریش، به الله قسم که ما برای چنین چیز به شما عهد نبسته ایم که به ما این گونه رفتار کنید و نه برای چنین چیز به شما پیام بسته ایم. آیا کسی که برای حرمت بزرگداشت برای زیارت خانه الله میآید باید از آن بازداشت شود، من کده شود از این کار؟ سوگند به آن ذاتی که جان حلیس در نزد اوست، یا شما محمد رو با مقصدی که آمده است باز می‌دارید یا راهش رو باز می‌دارید، یا من با احباش قومی که زیر فرمان اونند بر ضد شما میبریم، شما رو مخالفت میکنیم. همین چنین خشم او یک تکان در آنها قرار داد، در این قریش ترسیدند که اتفاقهای قبیله هایی که با آنها داشتن اگر آنها اتفاق نبازید ای ببرایند احوالشون بد میشود، شکسته میشد همه اتفاقها. و گفتن که آهسته آرام باش ای حلیس، آرام باش، صبر نما تا که یگان چاره بیاندیشیم، از ما کمی کنار گیر، دور باش تا که ما فکر کنیم یگان چاره اندیشیم تا سبب رضایت ما و شما شود. قریش گفتند. در این هنگام با یک کس دیگر تعیین کردن، یک کس دیگر فرستادند که در جای عروه ابن مسعود بود از ثقفی، یک مردی بگیم که با اعتباری بود از قوم ثقیف. گفت که ای گروه قریش، من دیدم که چی طور با هر فرستانیده یک باسوی پیغمبر میفرستادن می اومدن، با هر فرستانیده که شما نزد محمد میفرستید چگونه را بدرفتاری میکنید. همین خیلی که بدرفتاری کردن. دیدم که شما چگونه بدرفتار هستید، چگونه بدرفتاری میکنید، آنها را تحقیر میکنید و سرگویی میکنید و شما میدونید که من در حقیقت مثل فرزند شما هستم و شما برای من چون پدر هستید و مادر من باشد سبیعه بنت عبد شمس است و میگوید که من درباره وضعیت شما، حال شما و مناقشه با محمد صلی الله علیه و آله شنیدم و میفرماید که این را من شنیدم و مرد را از قبیله خود که مرا اطاعت میکند جمع آوردم و آمدم نزد شما تا در این مسئله با جان خود با شما همدردی کنم، سخن بگویم. و قریش در این هنگام گفتن که راست گفتی، ما تو رو خیانت نمیکنیم، ما تو رو متهم هم نمیکنیم با چیزی. و در این هنگام عروه ابن مسعود بیرون شد تا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و در پیش رویش نشست. سپس به یک سخن تهدیدآمیز و سرزنش گفت ای محمد، تو یک گروه آدمان پراکنده و ناچیزی رو با خود جمع کردی، سپس آنها رو باز آوردی که قوم خودت را، قریش رو، قوم خودت را با دست آنها رو شکن کنی. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که از هر قبیله بر او ایمان آوردن در مدینه منوره با آنها جمع شدن، متحد شدن. کمی سخن رو میگویدین، همه این مردم رو پراکنده رو جمع کردی، امروز میخوای با قوم خودت بجنگی، قوم خودت رو رشکن کنی، در حالی که قریش با تمام نیرویش برآمده است. زنان و کودکانشون حتی با همراهی خود گرفتن، پوست پلنگ پوشیدن، به یک شیوه جنگی اومده ایستادن. این تهدید با پیامبر گفته ایستاده است و گفتن که با الله عهد کردن که هرگز تو رو به مکه ندارن و هرگز تو نمیتونی با زوری به مکه داخل شوی. و میگوید که سوگند به الله من الکی میبینم که این مردم اطرافت فردا از تو پراکنده میشوند و تو تنها میمونی. و این هنگامی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه از پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده بود و خشمگین شد و گفت که دهانت رو ببند، این از نکته بگیر، این چیز خلاص گفته ایستاده، ما از او صلی الله علیه و آله کنارگیری کنیم، ما از او روی بگردونیم. او گفت این کیست ای محمد؟ پیامبر فرمود که این پسر ابو قحافه است، یعنی ابوبکر صدیق است. او گفت سوگند به الله اگر یک نیکی تو نسبت بر من نکرده بودی در گذشته، حاضر جوابت رو میدهم، ولیکن همون نیکی را با همین دشنام برابر کردم. سپس عروه هنگام گپ زدن دست دراز کرد، میخواست ریش مبارک رسول صلی الله علیه و آله را بگیرد، ریش مبارک او را بازی کند، یعنی یکی به یک نشانه بی‌ادبی در آن زمان که در اینجا مغیره ابن شعبه که پر از زره پوش شده بود و با شمشیر در بالای سر پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده بود، هرگاه دست عروه را با قبضه شمشیر نگاه می‌داشت و آن را دور میکرد و میگفت که دست پلیدت را از ریش پیامبر از روی پیامبر بگیر و همون سر شمشیر دستش را میزد، دور کن دست پلیدت را از ریش پیامبر صلی الله علیه و آله از روی پیامبر صلی الله علیه و آله، و اگر نه دستت رو دیگر برگرداندن نمیتونی، یعنی دستت رو میبرم، کلتش میکنم. و رسول الله صلی الله علیه و آله همون سخن‌هایی که عروه گفت، همون سخن‌هایی که بر پیامبر در اینجا گفته بود، سخن‌هاشو با همون سخنان رو گفت.
رسول گفت من برای جنگ نآمدم، فقط عمره کردن آمدم. از برای بزرگ داشتن کعبه آمدم. عروه از نزد پیامبر صلی الله علیه و برخاست و دید که او صلی الله علیه و آله و یارانش این سخن را راست میگویند. برای جنگ آمدن، از برای عمره آمدن. و عروه در اینجا یک چند چیزی را مشاهده کرد. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و دست میشست، طهارت میگرفت، صحابگان کرام بر او جمع میشدند، از آب او میگرفتند. همه، حتی پیامبر هنگامی که توف میکرد توف او را میگرفتند صحابگان کرام. حتی موی بدنش اگر میافتاد موی بدن او را میگرفتند. همچون یک گنجینه این چیزا را نگاه می‌داشتند. این چیزا را دید، در دهشت افتاد و نزد قریش برگشت و بر قریش گفت ای قریشیان، سوگند به الله من نزد کیسرا پادشاه فارس و قیصر امپراتور روم و نجاشی پادشاه حبشستان بر همه جا رفتم، همه آنها را دیدم، اما سوگند به الله به هیچ گاه به هیچ وجه این پادشاهی که محمد امروز دارد این گونه ندیدم. حتی آن کسان این گونه احترام را درباره خود نداشتند. احترامی که محمد دارد حتی در این پادشاه فارس و روم و قیصر این کسا من ندیدم و نجاشی. این محبت و احترامی که محمد در نزد یارانش دارد در آنها ندیدم. میگوید که ای مردم قریش، من قوم را امروز وا خوردم که آنها هرگز و هرگز به هیچ وجه محمد را تسلیم نمیکنند. اکنون خودتون خوب فکر کنید، آیا جنگیدن با چنین مردم آسان است؟ آسان است با چنین مردم جنگیدن. فکر کنید. و در اینجا سخن عروه بر این قریش یک ضربه سخت دیگری شد، یک ضربه سخت و دندان شکنی برای آنها گردید و این سخن آنها را وادار کرد که به صلح کردن با پیامبر صلی الله علیه و آله بپردازند، با او صلح نمایند. ابن اسحاق میگوید که بعضی دانشمندان به من روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین شخصیت بزرگ را که سردار خزاعیا بود دعوت کرد و او را در شتر خود به نام ثعلب سوار کرد و به مکه نزد سروران قریش فرستانید تا پیام پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر مردم برساند. و میگوید که قریش شتر پیامبر صلی الله علیه و سلم را کشتند، پایش را بریدند و میخواستند خود انا همین هراش امیه خزاعی را خود او را میکشند. ولی انا همین احابیش، انا همین اتفاقچیان قریش با او اتفاق کردند، از این کار جلوگیری کردند و او را رها کردند و او سالم به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله برگشت. میگه او کشته نشد. ابن اسحاق از ابن عباس رضی الله عنه روایت می‌نماید که قریش 40 یا 50 نفر جاسوس و سربازان مخفی را فرستادند که آنها در گرد اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم دور زنند. اگر امکان شود یک دو نفر از آنها بیروند و او را بکشند و الله چنین خواست که همه آنها را زنده دستگیر کردند و نزد رسول الله صلی الله علیه و همه آنها را آوردند، حالانکه آنها با سوی لشکر سنگ و تیر پرتابی کرده بودند. رسول الله صلی الله علیه و همه آنها را بخشید و همه آنها را آزاد کرد. همین کسانی که 40-50 نفری که به حیث جاسوسی جاسوسای مخفی روان کرده بودند، ولی که رسول الله همه آنها را بخشید، آنها را سرشان داد. و سپس پیامبر الله صلی الله علیه و عمر بن خطاب رضی الله عنه را دعوت کرد که به مکه رود و پیام صلح را با سواران قریش برساند. عمر گفت ای رسول الله، من از قریش بر جان خودم میترسم که اگر من با سوی قریش باز بگردم شاید قریش قبیله من به قتل برسانند، چون در مکه از قبیله بنی عدی ابن کعب قبیله عمر کسی نمونده است که ما را حمایت کند و قریش این دشمنی سختی ما را میداند و با ما خیلی سختگیر هستند آنها. اما ای رسول الله، من کسی را بر تو نشان میدهم که در مکه از من بیشتر احترام کرده می شود. و با سوی عثمان رضی الله عنه اشاره کردند. پس رسول الله صلی الله علیه و عثمان ابن عفان را دعوت کردند و او را به مکه نزد ابو سفیان و دیگر سروران قریش فرستادند تا به آنها این خبر را برساند که ما برای جنگ نآمده ایم، بلکه فقط میخواهیم که با این قصد زیارت کعبه آمدیم، از برای حرمت این کعبه آمدیم. ان همین رفتن عثمان رضی الله عنه به مکه یک سبب واقعی مشهور بیعت رضوان میگوید شد، چون یک خبر نادرست هنگامی که عثمان رفت، یک خبر نادرست بر رسول الله صلی الله علیه و آمده رسید که عثمان را کشتند و در اینجا در این زیر درخت بزرگ همه یاران پیامبر بیعت گرفتند. ابن اسحاق میگوید که عثمان به مکه رفت. هنگامی که به مکه نزدیک شد، ابان ابن سعید ابن اس به او برخورد و او روپرو شد. این برخوردی آنها چی در داخل شهر بود یا چی در بیرون شهر، یا در داخل یا در بیرون، در یک از مکانها. ابان عثمان رضی الله عنه را به نزد خود شناند و او را با خود گرفت و بر او پناهندگی داد تا بتواند عثمان پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم را به قریش کاملا برساند. و سپس عثمان نزد ابو سفیان و دیگر سربران قریش رفت و پیامبر را بر آنها رسانید
وقتی سخنانش تمام شد قریش به او گفتند اگر خواهی میتوانی طواف در اطراف کعبه طواف نمایی، ما به تو اجازه میدهیم. اما عثمان بر آنها یک جواب داد، گفتند که رضی الله عنه من هیچگاه این کارو نمیکنم و هیچگاه بر خود اجازه نمیدهم که اول من طواف کنم. هیچگاه من این کارو با خود روا نمیبینم، با خود اجازه نمیدهم تا اینکه اول رسول الله صلی الله علیه و طواف کند. در نزد کعبه بود، نکی راضی نشدند. این هنگام قریش عثمان را در مکه نگاه داشتند، نگذاشتند که برگردد، منع کردند او را. و این خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید که گویا عثمان ابن عفان کشته شده است. انا همین خبر بردرو سبب واقعه بزرگترین و عظیمترین در تاریخ اسلام قرار گرفت، بیعت رضوان. بیعت رضوان بیعت مرگ که در زیر این درخت رسول الله از تمام این صحابگان بیعت گرفت. الله میفرماید در سوره فتح لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره، به درستی که الله از شما راضی شد هنگامی که شما در زیر درخت بیعت گرفتید. پس این رو بیعت رضوان میگویند. بیعت رضوان بیعت راضیگی، خوشنودی الله. ابن اسحاق از عبدالله ابن ابوبکر رضی الله عنه روایت میکند وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه و خبر رسید که گویا عثمان کشته شده است، فرمود ما از اینجا حرکت نمیکنیم، از اینجا حرکت نمیکنیم تا با این قوم، یعنی تا با این قریش یک بلای هلاک کننده بیاریم، یکی با او بجنگیم، یک جنگ هلاک کننده با او بجنگیم. سپس رسول الله صلی مردم را با بیعت دعوت کرد که انا همین بیعت در زیر یک درخت بزرگ صورت گرفت. اینو بیعت رضوان نامیدن که اکثر مردم گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را برای مردن، یعنی تا آخر ایستادن و جنگیدن تا شهادت بیعت گرفت از هر یکی ما، تا آخر را میزنیم. اما جابر ابن عبدالله رضی الله عنه گفت که نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را برای مردن بیعت نگرفته است، بلکه برای این بیعت گرفت که ما هرگز فرار نکنیم، هرگز فرار نکنیم از این میدان جنگ. هنگامی که با آنها روبرو میشویم دیگه جای فرار نباشد. و همه آن مسلمانانی که در آنجا بودند بیعت گرفت، فقط یک نفر جد ابن قیس که برادر ابی سلمه بود پنهان شده بود. جابر گفت سوگند به الله من حالا هم او را میبینم که در زیر بغل شتر خود چسبیده بود، شکمش را بر آن چسبانیده بود تا که از مردم پنهان شود، از مردم پنهان میشد. و بعداً بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر صحیح رسید که آنچه که برای عثمان گفته شده بود دروغ است، یعنی عثمان زنده است، عثمان کشته نشده است، عثمان زنده است. پس آن همین بیعت یک بیعت بزرگ بود، بزرگترین شرف بود که الله متعال برای آن کسانی که در آنجا قرار داشتند برای آنها این شرف را عطا کرد. لقد رضی الله عن المؤمنین، بعد از که الله از مؤمنان راضی شد. کدام مؤمنان؟ اذ یبایعونک تحت شجره، این آن کسانی که در زیر این درخت ای پیامبر تو را بیعت کردند. فعلم ما فی قلوبهم فانزل سکینه علیهم، و الله دانست آنچه که در قلب‌های آنها از تپیش است. فانزل الله سکینه، در این هنگام الله سکینه آرامش را بر آنها نازل کرد. فاثابهم فتحا قریبا، و برای آنها یک فتح عظیمی را نصیب روزی گردانید، یعنی که صلح حدیبیه و بعداً فتح مکه را نصیبش گردانید. و در اینجا امر الهدنه، یعنی که واقعه صلح، یعنی که هدنه صلح می شود. ابن اسحاق از ظاهری روایت می نماید که پس از آن که قریش سهیل ابن عمرو برادر بنی عامر ابن لیث را نزد رسول الله فرستادند و با او گفتند بیرو به نزد محمد برو و با او صلح ببند، بر محمد صلح ببند، ولی حتما یک شرط رو در این صلح بگذار. این بود شرط که امسال باید از ما برگردد، امسال ما او رو اجازه حج کردن که عمره کردن نمیدهیم. شرط اول باید برگرده، امسال باید حج نکند، باید برگردد. و گفتن که سوگند به الله ما هرگز نمیگذاریم که عرب ها در آینده ما رو بگویند که محمد به زوری به مکه در اومد، از شرم و حیاشونه. و سهیل ابن عمرو آمد هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را دید، از دور او را دید و فرمود اکنون قریش واقعا صلح میخواهد. او را دید، سهیل را گفت اکنون قریش واقعا صلح میخواهد و چنین مرد رو فرستنده است. سهیل نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و مدت دراز با رسول الله گفتگو کردند و بحث هم کردند تا نهایت در بین آنها یک صلح بسته شد. وقتی که همه شرط ها در آنجا معین شد و هنگامی که آن را باید در این کاغذ ها می نوشتند، در این هنگام عمر بن خطاب از جایش خست با یک دل پرخون در بنزد ابوبکر صدیق و گفت ای ابوبکر آیا او رسول الله نیست؟ آیا او واقعا رسول الله نیست؟ ابوبکر گفت بله. آیا ما مسلمان نیستیم؟ ابوبکر گفت بله. و عمر ادامه داد پس چرا در دین خود اینقدر خار شویم؟ چرا در دین خود اینقدر پس بمانیم و پس قرار بدیم خودمون را؟ ابوبکر گفت ای عمر آرام باش ای عمر و اطاعت کن. من شهادت میدهم که او واقعا رسول الله است. عمر گفت من هم شهادت میدهم که او رسول الله است. و عمر بعداً گفت هرگز در عمرم کاری نکردم که
که بعد از آن قدر پشیمان شوم. هرگز در عمرم هیچ کار نکردم که بعد از آن اینقدر پشیمان شوم. و از الله سبحانه و تعالی آمرزش بخوام و بخشش بخوام. و مثل انا همان روز، همان گفته‌ای که عمر گفت، از آن روز تا امروز همیشه برای آن روز صدقه میدهم، روزه میدارم، نماز میخونم، غلام آزاد میکنم. یک سخنی که گفت از اون کار پشیمان شد. و در آنجا شروع نوشتن انمی صلحنامه حدیبیه بود که در اول بر بیشتر از صحابگان این عهدنامه سخت و تلخ بود، تلخ نمود، ولیکن الله سبحانه و تعالی این سختی، این تلخی را گفت که این فتح مبین می شود، فتح آشکار نامید این را الله، زیرا این اولین راه کشایش بود برای فتح مکه که 2 سال پس مکه فتح شده آزاد شد. و عمر رضی الله عنه گفت که آیا آنها مشرک نیستند؟ ابوبکر گفت البته. عمر گفت پس چرا ما در دین خود پستی را قبول کنیم؟ چرا در دین خود پستی را قبول کنیم؟ ابوبکر بر او گفت ای عمر، از پی او باش، من شهادت میدهم که او رسول الله است. عمر گفت من هم شهادت میدهم که او رسول الله است. سپس عمر نزد رسول الله صلی الله علیه و رفت و گفت ای رسول الله، مگر شما رسول الله نیستید؟ پیامبر گفت البته من رسول الله هستم. آیا ما مسلمان هستیم؟ گفت البته ما مسلمان هستیم. آیا آنها مشرک نیستند؟ گفت البته آنها مشرک هستند. پس گفت چرا ما در دین خود پستی را قبول کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من بنده الله و رسول او هستم و من برخلاف امر او نمیکنم و او سبحانه و تعالی ما را تباه هم نمیکند. بعدتر عمر میگفت که برای آن سخنانی که از آن رو گفتم دائما صدقه میدادم، روزه میداشتم، نماز میخوندم، غلام آزاد میکردم تا امید داشتم که الله ما را برای آن سخنانی گفتم بر من خیر گرداند همین کارهای من را. در این هنگام رسول الله صلی الله علیه و علی ابن ابی طالب رو دعوت کردند و گفتند بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون امضا شد باید. سهیل گفت که من این رو نمیشناسم. بنویس بسمک اللهم، به نام تو ای الله. پیامبر گفتند که بنویس بسمک اللهم و علی آن را نوشت. سپس پیامبر گفت بنویس این است آن چیزی که محمد رسول الله با سهیل ابن عمرو صلح بست. اما سهیل گفت اگر ما اعتراف میکردیم یا که من اعتراف میکردیم که تو رسول الله هستی، هیچگاه با تو جنگ نمیکردیم. بنویس نام خود و نام پدرت را. پیامبر الله فرمود بنویس ای علی، این از جانب محمد ابن عبدالله و صهیب ابن عمرو صلح بست. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه این هنگام ننوشت و در هنگام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه این گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم را در این صلحنامه، عهدنامه‌ای که بین صهیل و رسول الله بود و آن اتفاقی که آن صلحی که آنها بسته بودند بین قریش و رسول الله صلی الله علیه و این بسته شد و علی کتابت کرد. آنها با هم موافقه کردند که میان این مردم 10 سال جنگ کردن نمی‌شود، 10 سال آشتی. در این مدت تمام مردم در امنیت، در زندگی نیکو قرار میگیرند، یکدیگر را آزار نمیدهند و هرگاه شخص از قریش به اجازه صاحبش نزد محمد بیاید، محمد صلی الله علیه و آله او را با قریش برمیگرداند و هر کس که از قریش، از پیروان محمد به نزد قریش بیاید او را بر نمیگردانند. کسی که از قریش به نزد محمد او را برمیگردانند، کسی که از محمد به نزد قریش برود او را برنمیگردانند. که میان ما و آنها یگام خیانت نباشد، بر ضد همدیگر یگام پنهانکاری نباشد، یگام دزدی نباشد، یگام فریب نباشد، یگام خونریزی نباشد و هر کسی میتواند، هر کسی بخواهد میتواند به عهد و پیمان محمد درآید و هر کسی میخواهد میتواند به عهد و پیمان قریش هم درآید. پس قبیله خزاعه زود برخاستند و گفتند ما به عهد و پیمان محمد داخل میشویم و قبیله بنی بکر برخاستند و گفتند ما به عهد و پیمان قریش داخل میشویم. سپس قریش گفتند تو ای محمد امسال از نزد ما برمیگردی، امسال از نزد ما برمیگردی و بر مکه داخل نمیشوی. اما سال آینده ما از مکه میبرایم، بیرون مکه قرار میگیریم و تو باشی با یاران خود داخل میشوی و 3 روز در آنجا میمونی. اما با تو سلاح و سوارگان بوده، تنها شمشیر در غلاف بسته، چیز دیگر با خود نمیاری. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سهیل ابن عمرو شرطنامه صلح را می نوشتند، ناخواست ابو جندل ابن سهیل ابن عمرو آمد، در حالی که با زنجیرها بسته بود و با مشقت خود را کشاله کرده می آورد. او از دست مشرکان فرار کرده بود، خود را با نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید و صحابگان کرام، صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک نظر قطعی از مکه برای فتح شدن برآمده بودند. زیرا آن چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خواب دیده بودند، یعنی که وارد شدن آنها به مکه، افتادن که در اول قصه آنها را مطمئن کرده بود
اما وقتی که دیدند که صلح دیگر بسته شد و باید برگردیم و رسول الله صلی الله علیه و با این شرط‌های سنگین راضی شدند، انا همین حالت برای صحابگان وزنین آمد. این حالت برای آنها وزنین آمد تا جایی که قریب بود که سخن‌ها یا که اعتراض‌های زیاد شود. وقتی که سهیل پسرش ابو جندل را دید که با زنجیرها فرار کرده است، به نزد رسول الله صلی الله علیه و آمده است، سهیل خشمگین شد و به نزد پسرش رفت و برای او زد و همون گردنبندش گرفت و گفت: ای محمد، قرارنامه‌ای که میان من و تو شد پیش از آمدن پسر من بود. پیش از آمدن پسر من به آخر رسیده بود. البته ما صلح کردگی هستیم، یعنی شرط رو پیش از آمدن پسرم با تو بستیم، پس وای در دوره این شرط نیست و تو باید این رو برای من برگردانی. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن: بله، راست گفتی. در این هنگام سهیل ابن عمرو از آن پیش لباس پسرش گرفت و ابو جندل او رو به زور کشیده برد نزد قریش برگردانید. ابو جندل با بلندترین صدا و گریه ناله کرد و گفت: ای جماعت ای مسلمانان، آیا من را باز نزد مشرکان برمیگردانید تا که من را در دینم فتنه اندازند، تا که من را در دینم فتنه دهند؟ و این سخنان ابو جندل و گریه او سخن بلند بر مسلمانان یک تأثیر بزرگ انداخت و حالت روحی وزنی که داشتن باز هم وزن‌تر شد. و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابو جندل گفت: ای ابو جندل، صبر کن. ای ابو جندل، صبر کن. الله پاداش صبر را بر تو می‌دهد. از الله پاداش صبر را امید داشته باش ای ابو جندل. البته که الله برای تو و آنهایی که با تو از ضعیفان هستند یک راحتی نزدیک و رهایی قرار می‌دهد و بین خود و این قوم یعنی قریش صلح بستیم علیکه و با آنها وعده دادیم، آنها نیز بر ما وعده دادند و ما با آنها دیگر خیانت نمی‌کنیم. این هنگام عمر بن خطاب رضی الله عنه از جایش برخاست و با ابو جندل با او قدم میزد، با او راه میرفت و میگفت: صبر کن ای ابو جندل، صبر کن. آنها فقط مشرکانند و خون آنها مثل یک خون سگ است. عمر شمشیرش را به او نزدیک میکرد و دست شمشیر را به سمت ابو جندل برد. عمر گفت: امید داشتم که ابو جندل شمشیر را گیرد و با آن پدر خود را بزند، عذاب دهنده خود را یعنی. اما ابو جندل این کار را نکرد. این کار را ابو جندل انجام نداد. در این هنگام همین قرارداد اجرا شد و مسئله خاتمه یافت. ابن اسحاق روایت میکنه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از حیل یعنی بیرون از حدود حرم قرار داشتند، بیرون از حدود مکه قرار داشتند، ولی نمازهایشان را در حرم میخواندند. پس از انجام صلح نزد آن حیوانهایی که از برای قربانی آورده بودند نزد آنها خود آمدند و در آنجا قربانی ها را قربانی کردند و در آنجا سرهایشان را تراشیدند صلی الله علیه و سلم و همه صحابگان از او پیروی کردند، این کارو کردند. ابن اسحاق میگوید که گفتم میشد که آنچه که به من رسیده است، از آن روز همین امی ابن فضل الخزاعی سر پیامبر صلی الله علیه و سلم را تراشید. وقتی که مردم دیدند که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم قربانی کرد و سرش را تراشید، همگی با قربانی کردن و سر تراشیدن برخاستند و این عملی که رسول الله انجام داد آن عمل را پیروی کردند و انجام دادند. سپس میفرماید که ما جرى علیه امر قوم من المستضعفین بعد الصلح، واقعی بعض ضعیفان مؤمنان که ضعیف و محبوس بودند پس از اعدای این صلح حدیبیه. ابن اسحاق میگه که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه برگشتند، ابو بصیر عتبه ابن اسید نزد رسول الله آمد و این از آن مسلمانان ضعیف بود که در مکه اسیر بود نگاه داده میشد. چون ابو بصیر به نزد رسول الله آمد، وقتی نزد او صلی الله علیه و سلم آمد، ابن عبدالعوف با پیامبر نامه نوشته فرستاند و 2 نفر را با فرستاند با این نامه که یک مرد از بنی عامر بود و یک غلام خود که این ابو بصیر را به نزد ما بازپس بگردان. و این مرد از قبیله عامر با این غلام نزد رسول الله آمدند و این نامه را به رسول الله دادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو بصیر گفتند: ای ابو بصیر، تو میدونی که ما با این قوم قریش صلح کردیم، عهد بستیم، وعده دادیم. برای ما در دینمان خیانت جایز نیست. الله برای تو و دیگر ضعیفان راه و رهایی قرار داده است، پس به قومت بازگرد. ابو بصیر در اینجا گریه کردند و گفتند: ای رسول الله، مرا به نزد مشرکان برنگردان. ای رسول الله، مرا به نزد مشرکان برمیگردانی تا مرا در دینم در فتنه اندازند. رسول الله باز هم گفتند: ای ابو بصیر، رو، الله برای تو و آن مسلمانان ضعیف یک راه، یک کشایش بزرگی را قرار میدهد. سپس او را برگرداندند، با آنها
همراه شد و تا اینکه در آن موضع ذوالحلیفه در آنجا رسیدند و در نزد دیوار نشستند و آن 2 نفرم با همراه او نشستند. ابوبصیر گفت ای برادر بنی امیر، ای برادر بنی امیر، یعنی با آن 2 نفری که در با همراه با آنها سخن گفتند، یعنی سخن کردند. ای بنی امیر، به نظر می رسد که شمشیر تو بسیار خوب است. او گفت بله، به الله قسم شمشیر خوب است، بارها آن را سنجیده ام. ابوبصیر گفت آیا اجازه می دهی که با آن نگاه کنم؟ او گفت بله بگیر ببین. ابوبصیر شمشیر را گرفت و ناگهان با آن به سر او ضربه زد و او را کشت. غلامی همراهش که با او بود گریخت، راست نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمد، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودند. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را دم فرمودند این مرد سخت ترسیده است. چون نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید فرمودند چی شد؟ گفت همراهی من کشته شد، به الله قسم ابوبصیر او را کشت. بعد از آن ابوبصیر آمد و گفت ای رسول الله، الله عهد را برایت اجرا کرد، تو مرا به آن سپردی و الله مرا نجات داد. و رسول الله در اینجا فرمودند که وای بر والدینش. سپس در اینجا ابوبصیر بیرون شد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم با قریشان و هنگامی که عهد پیمان داشت و از این جهت نمیتونست که کسی از اهل مکه را با خود بپذیرد، قبول نماید، یا اینکه کسی از آنها را، از مسلمان ها را با خود بگیرد، چون عهد پیمان الکی بسته شده بود. برای همین بسوی ابوبصیر روان کردند این 2 شخص را. و ابوبصیر بیرون شد بر یک موضعی که در آنجا زی مروه میگویند که در نزدیکی ساحل بحر بود، که در این نزدیکی ساحل بحر در آنجا راه قریشیا بود. قریشیا راه داشتند در آنجا، از طرف شام بار می آوردن و دیگر کارها. و در اینجا این خبر بر مسلمانان که در مکه محروم شده بودند از آزادی و زیر ظلم بودند، این خبر به آنها رسید که همین ابوبصیر در آنجا قرار میگیرد، قرار گرفته است بین در همین ساحل بحر و در این راه قریش ایستاده است و متاع آنها را نمیگذارد که بگذرند، هر چی میگذشت کارش را میکرد. و این خبر الکی بر مردمان ضعیفان مکه مکرمه که زیر ظلم استمدن از مسلمانان به آنها رسیده بود. بنابراین آنها به سوی ابوبصیر که یک موضع است العیس میگویند برآمدند، که تقریبا نزدیکی 70 نفر که با او همراه شدند و آنها همیشه به قریش فشار می آوردند و هیچ کسی از این قریشی ها را نمیافتند مگر اینکه آنها را حمله میکردند، آنها را میکشتند. از این قریشیان یگان همون تجارت های کاروان های آنها را نمیگذاشتند که از آنجا بگذرد، یعنی که از دست اینها قریشی ها بسیار آزار و اذیت دیدند، به داد فیغان آمدند تا آنکه رسول الله صلی الله علیه و قریشی با نزد رسول الله صلی الله علیه و نامه فرستادند، یک نامه فرستادند و از او صلی الله علیه و خواهش کردند، از اونها خواهش کردند که انا همین نفرانی که در آنجا قرار دارند، این همین نفران بگذار بیروند و نزد شما بروند، بگذار بیروند تو که از آنها خلاصی بی و نزد خانواده خودشون بروند. و رسول الله صلی الله علیه و آنها را در این هنگام در با خود گرفتند که آنها را پناه دادند در مدینه منوره. و سپس در اینجا ذکر می نماید واقعه زنان مهاجر پس از صلح حدیبیه، هنگامی قریشیان با قریشیان فشارها آوردند، کسانی که از مکه مکرمه فرار کردند نه به نزد پیامبر آمدند نه به نزد قریش، در میان صحرا ایستادند، در آنجا باروهای قریش را زدن نگرفتند، چون مال خودشون بود اصلا. وقتی قریش به فیغان آمدن این نقطه عهد را چوکدن بریدن، بگذار بیروند همونو نزد خانواده خودشون میروند. و در اینجا واقعه دیگری که زنان مهاجر پس از صلح حدیبیه که سبب نازل شدن آیت 10 سوره ممتحنه گردید. ابن اسحاق از زهری از عروه ابن زبیر روایت میکند که میفرماید که روز من نزد حضرت عایشه رضی الله عنها در آمدند که برایشون یک نامه می نویسند که به یک شخص بلند مقام ابن ابو حنیده که والی والد ابن عبدالملک بود که در دولت اموی ها، در آن نامه درباره معنی این آیت قرآن پرسیده بودند: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن، ای کسانی که ایمان آوردید اگر کسی از مؤمن زنها به نزد شما از مهاجران آمدند آنها را شما مورد امتحان قرار بدهید. عروه ابن زبیر در جواب با آن شخص نوشته بود و گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد حدیبیه با قریش صلح بسته بودند و یکی از شرط ها این بود که هر کسی از مکه
بدون اجازه ولیش پدر و مادرش به مدینه آید باید برگردانده شود. اما وقتی که بعد صلح یک گروه زنان از جمله کلثوم بنت عقبه و دیگران از مکه فرار کردند و مسلمان شده بودند، از مکه فرار کردند به مدینه منوره آمدند و معنای آیه قرآن در شأن اینهاست. این حکم را دارد، یعنی که زنهای مؤمن را حتما باید هنگامی که آنها آمدند آنها امتحان شوند، آزمایش کرده شوند، یعنی پرسش کرده شوند که آیا واقعا برای اسلام آمدند یا برای چیز دیگری. اگر اثبات شد که آنها از روی ایمانداری مهاجرت کردند، هرگز آنها را به مشرکان ندهید، حتی اگر طبق انمی صلحنامه اگر که نزدیکان آنها را طلب نمایند، شوهرانشان باشد، پدرانشان باشد، طلب نمایند، بر نمیگردند آنها را، از زنها برگردانده نشود. هرچند که آنها به نزد آنها برگردانده نمیشوند، اما مهر آنها، صداق آنها را به آن شوهران مشرکشان داده میشد. آن مهری که داده بودند آن مهر برگردانده میشد، که زنها برگردانده نمیشوند. و همچنین اگر قریش نیز مهر زنهای مسلمان را که در مکه محبوس کرده بودند برگردانند، مسلمانان نیز مهر زنان همون مهاجرات نیز میدهند تا اینکه دیگر کار حل شود، دیگر از پای هر کس پای کار بار خود شود. و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنان را نگاه داشت و از مردان مثل ابو بصیر، ابو جندل و غیره موافق نماز صلح نامه‌ای که بود برگردند. اگر همین حکم الله نازل نمیشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم شاید آنها را به سوی آنها برمیگرداند موافق اهنامه‌ای که بود. و اگر صلح حدیبیه نمی بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی مهر آنها را هم نمیداد. پس از صلح حدیبیه همین طور همه حکم قرار گرفت. هر زنی که مسلمان میشد به مدینه می آمد در حال قبول کرده میشد و مهرش هم برقرار میگردید. خلاصه کلان انمی صلح نامه‌ای که بسته بودن برای مردان عمل میکرد. اگر مردان می آمد برمیگرداندند، اما برای زنها چیز عمل نکرد. زنی مسلمان هرگز با شوهر کافر حلال نیست، اینکه مسلمانشون شوهرشون کافر است دیگه با اون ازدواج نیست. این آیه کریمه سبب شد که ده ها زنهای قوی ایمان از مکه به مدینه منوره هر چیز رو پرتفتن ترک کردن، هجرت کردن. این آیه کریمه باری اول در تاریخ اسلام حکم زنان مهاجر را، حقوق آنها را حفظ کرد و نشان داد که اسلام برای زنان مهاجر نیز آزادی دینی را کفالت می‌دهد و بر آنها هیچ زورواری کرده نمی‌شود. و این حکم الله همچنین یک پیروزی بزرگ دیگر را برای فتح مبین حدیبیه قرار داد. و در این هنگام خبری کشوده شدن مکه و شتاب کردن بعضی از مسلمانان رخ داد. ابن اسحاق روایت می‌کند که ابو عبیده به ما نقل کرد که بعضی همسفران رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که او به مدینه برگشت به او گفتند: آیا تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم نه فتنه‌گری بودی که به مکه با امانی به خوف داخل شوی؟ رسول الله گفتند که بله، اما آیا من به شما گفته بودم که همین سال داخل میشویم؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که خوابی را که دیدن گفتن که اخی مکه میرویم، داخل میشویم. برای همین پرسیدن. هنگامی به مدینه برگشت گفتن ای رسول الله، آیا تو نگفته بودی که ما به مکه با امان داخل میشویم بدون خوف؟ گفتن پیامبر بله، اما من نگفته بودم که ما همین سال داخل میشویم. واقعا پیامبر همین نگفته که همین سال داخل میشویم، عمومیت رو بیان کرده بودن و گفتن که پس این کار همان طوری میشود که جبرائیل علیه السلام به من خبر داده بود. پس در اینجا در سال هفتم از هجری مسئله خیبر، جنگ خیبر شروع میگیرد. در سال هفتم از هجری محمد ابن اسحاق میگه که چون رسول الله صلی الله علیه و سلم از حدیبیه برگشتن، در مدینه موندن و تمام ماه ذوالحجه و قسمی از محرم رو به آنجا بودند. سپس در باقی مانده ماه محرم از طرف خیبر برآمد. ابن اسحاق میگوید که کسی که او را دروغگو نمیدانست، میگه ابن اسحاق که او را راستگو میشمرد، از انس ابن مالک به من روایت کرد و گفت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم هنگام جنگ با یگان قوم تا سحر نشدن، یعنی که هیچ جنگ را رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع نمیکردند مگر صبحگاهان. هنگام جنگ با یگان قوم روپرو نمیشدند مگر صبحگاهان، یعنی ناگهان با آنها در صبح می جنگیدند و با هر قبیله، با هر قومی که میرفتند اگر در صبح اگر اذان رو نمیشنیدند با آنها حمله میکردند، اگر اذان رو میشنیدند از آن دست میکشیدند به سبب مسلمان بودن آنها. میفرماید که ما شبانه به خیبر رسیدیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم همان شب در خیبر در آنجا ماندند و هنگامی که سحر شد و اذان شنیده نشد و او سوار شد و ما
نیز با او سوار شدیم. میفرماید که من پشت ابو طلحه سوار بودم تا جایی که پای من به پای رسول الله صلی الله علیه و میرسید که ما به سوی خیبر حرکت کردیم که آنها با آن بیل و کلند و سبدهایشان به سوی کار بیرون میبرآمدند. و هنگامی که مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم را لشکر او را دیدند گفتند این محمد است، این محمد است و با لشکر بزرگی است. از همین خاطر گریختند، رو به سوی فرار آوردند و رسول الله گفتند که الله اکبر، خیبر خراب شد، الله اکبر، خیبر خراب شد. میفرماید که ما هم هرگاهی که در میدانی با قوم روپرو میشدیم پیشکی آگاه کرده میشدند، میفرماید که به من رسیده است که وقتی که قبیله غطفان شون که رسول الله صلی الله علیه و نزد خیبر فرود آمدند برای جنگ با او جمع شد و برای یاری کردن بر ضد او بیرون آمد. وقتی که مسافه راه رفتن از قفای خود برای مال و اهل خانواده اشان آواز حرکت شنیدند گمان کردند که دشمنان به سوی خانه و مالشان رفتند. در حال برگشتند و میان آن خانواده و مالهای خودشان قرار گرفتند که در این هنگام برای گرفتن خیبر کسی مانع نشد دیگر. و رسول الله بر آنها نزدیک شد و قلعه‌های آنها را میکشد، قلعه‌های آنها را یک یک میکشد، میگرفت، فتح میکرد. ابن اسحاق میگه که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله از قلعه‌هایشان هر چی فتح کردنی بود فتح کرد، گرفت. از اموال آنها هر چی به دست آورده بود به دست آورد که دو قلعه مهم از آنها فاتح و سلیم در آنجا رسیدند. دو آخرین قلعه آنها از اهل خیبر بودند که در آن روز هم آنها فتح شد. رسول الله صلی الله علیه و آله آنها را تقریبا 10 یا که یک چند روز شبانه روز محاصره کردند و رسول الله صلی الله علیه و اهل خیبر را در همان دو قلعه که فاتح و سلیم بود محاصره شده بودند آنها را محاصره کردند و رسول الله برای آنها گفتند که اگر آنها آنجا را بکشند آنها را نمیکشد، خونهایشان را نمیریزد. در حال قبول کردند و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و تمام آن زمین را، تمام اموال آنها را به دست آورد. همه آن قلعه هایی که بود همه آنها زده گرفتند، جز همون دو قلعه که در آنجا قرار داشت آنها مونده بودند. و هنگامی که اهل فدق شنیدند که اهل خیبر با اهل خیبر چون پیامبر چون مناسبت کرد، که آنها را هنگامی که آنها تسلیم شدند بر آنها کاردار نشد، به سوی پیامبر الله یک نامه فرستادند و خواستند که آنها را نیز این گونه معامله کند، که خونشون نگاه دارد، در عوض تمام اموالی که دارند آنها را چیز با اینها میگذارند. پیامبر پذیرفت، اینو قبول کرد. آن همین زمین خیبر برای مسلمانان در اینجا یک غنیمت بزرگی شد که در بین مسلمانان تقسیم گردید. اما فدق، این مکان که آنها تسلیم شدند، این خاص رسول الله صلی الله علیه و قرار گرفت، چون مسلمان‌ها بر آنجا بر این فدق با سواره و با جنگ نرفتند، آنها خود تسلیم شدند، اینکه با جنگ فتح نشده بود، آنها خود تسلیم شده بودند. وقتی که در اینجا فتح شد خیبر و مال اموال زیاد به دست آمد در خیبر، رسول الله صلی الله علیه و آرام گرفت که در اینجا یک زنی به نام زینب بنت حریث، زن سلام ابن میشکم، به او یک گوسفندی بریان یا هدیه کرد، گوسفندی بریان کرده را هدیه کرد و پیش از آن پرسیده بود که کدام اعضای گوسفند بر پیامبر خوش می آید، اصلا بیشتر بر پیامبر محبوب تر از کدام اعضای گوسفند؟ گفتن که زیرا یعنی دستش، که در این گوسفند رو آن زن زهرآلود کرد و این قسمت رو با زهر زهرآلود بیشتر کرد، این قسمت دست رو بیشتر زهرآلود کرد و آن قسمت دیگری گوسفند رو هم زهرآلود کرد، اما این قسمت رو بیشتر. و این گوسفند رو نزد رسول الله صلی الله علیه و آورد و گذاشت و رسول الله دستش رو دراز کرد و یک لقمه گرفت، آن رو در دهانش گذاشت، اما آن رو فرو نبرد، که در اینجا بیشر هم نشسته بود و او هم به مثل پیامبر از همان جا هم لقمه گرفته بود، اما بیشر لقمه رو فرو برده بود، اما رسول الله صلی الله علیه و لقمه رو از دهانش بیرون کرد و رسول الله این هنگامی که لقمه رو از دهانش بیرون کرد گفت که این لقمه بر من خبر میدهد زهرآلود است. در این هنگام زینب رو حاضر کردند و او به این کارش اعتراف کرد، این کارش رو قبول کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله از او پرسید چی چیز تو را وادار کرد که چنین کار را انجام بدهی، چنین کار بکنی؟ و گفت که تو به قوم من آن چیز رساندی، یعنی شکست و تلفات که بر تو پوشیده نیست این کار. و با خود گفتم اگر پادشاه باشد از او خلاصی مییابم، یعنی میمیرد خلاص میشیم، اگر پیامبر باشد به او خبر داده می شود و نجات می یابد. و رسول الله صلی الله علیه و او را گذاشت، که از جزایش درگذشت. اما بیشر از همان لقمه که خورده بود وفات کرد. ابن اسحاق میگه که مروان ابن عثمان بر من روایت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن بیماری که در آن وفات کرد
روزی که بیشر دختری برای ابن معرور از عیادت او در آمد و گفت ای بیشر، در همین وقت من حس میکنم که رگم کنده می شود و از همان لقمه که در خیبر خورده بودم. برای همین از همین سبب بود که مسلمانان بر این عقیده هستند که رسول الله صلی الله علیه و آله شهید شده است. و سپس در اینجا ابن هشام از شعبی روایت میکند که جعفر ابن ابی طالب، آمدن جعفر ابن ابی طالب از حبشه و حادثه محاشران از حبشه. جعفر ابن ابی طالب در روز فتح خیبر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. رسول الله بین دو چشم او را بوسید و او را به آغوش گرفت و گفت نمیدونم از کدامش بیشتر شاد شوم، خرسند شوم، از فتح خیبر یا از آمدن جعفر. سپس عمره قضا در ماه ذوالقعده سال 7 از هجرت. ابن اسحاق میگوید که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از خیبر به مدینه برگشتند که در آنجا 2 ماه ربیع اول و 2 ماه جماد را و بعد ماه رجب، شعبان، رمضان و شوال را گذراندند. در این میان غزوه ها و سریه های هم بود در مدینه برگشتنشون. و پس از آن در ماه ذوالقعده، همون ماهی که مشرکان او را از عمره منع کرده بودند برای انجام دادن عمره قضایی، عمره جبران، همون عمره که او را منع کرده بودند صلی الله علیه و سلم را نگذاشته بودند، برای ادا کردن آن از مدینه بیرون شد صلی الله علیه و سلم. ابن اسحاق میگوید که با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم همون مسلمانان برآمدند که در آن عمره که پیشتر در حدیبیه رفته بودند با او برآمدند، او را همراهی کردند که این در سال از 7 از هجرت بود. و هنگامی که اهل مکه شنیدند که او میآید، از شهر بیرون برآمدند، بیرون شهر، بیرون کوه شدند. و قریش در میان خود میگفتند که محمد با یارانش در تنگ دستی هستند، در سختی هستند، در زحمت و سختی هستند. و ابن اسحاق روایت میکند که قریش نزد خانه ندوه، همون خانه که جمع شدند، در اونجا صف بستند که تا با محمد صلی الله علیه و یاران محمد نگاه کنند. چون رسول الله صلی الله علیه و به مسجد در آمدند، ریدای جامه همون خودشان را طور پوشید که کتف راستش آشکار شد، نمایان شد کتف راستش. بعد گفت الله به کسی رحم کند که امروز از جان خود به آنها قوت نشان میدهد. سپس گوشه کعبه را قپیدند، لمس کردند و در آنجا قدم‌های تیز زدند، تیز حرکت کردند و یارانش هم با همراهی پیامبر در آن تیز حرکت کردند و در آنجا گوشه یمین، همون طرف راست نیز پیامبر الله با دست مبارکش رساندند. همان سنگ سیاهی که بود در آنجا رسیدند و آرام گرفتند، ملایم شدند و آرام گرفتند صلی الله علیه و سلم. 3 دور اینه که طواف کردند و در آنجا آرام گرفتند و قرار گرفتند و آن گوشه رو، همون سنگ رو چوب کردند، بوسیدند. ابن اسحاق از ابن عباس روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین سفر در حالی که در احرام بودند با میمونه بنت حارث ازدواج کردند. در اینجا با میمونه بنت حارث ازدواج کردند و کسی که او را با نکاح پیامبر صلی الله علیه و سلم در آورد عباس ابن عبدالمطلب بود. ابن اسحاق میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 روز در مکه ماندند. در روز سوم حویبید ابن عبدالعزا با یک گروه از قریش نزد او آمد که قریش او را یک مسئول کرده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون کند. بعد 3 روز و آنها آمدند گفتند مهلت شما تمام شد، اکنون از میان ما بیرون روید، خلاص. و رسول الله گفتند که با شما چی میشود اگر ما را گذارید که در میان شما در این جای ما توی کنیم، ازدواج کردن کوخه و برای شما طعام آماده نماییم، شما هم طعام بخورید، ولیمه و با آن حاضر شوید. و گفتند که ما با طعام تو حاجت نیاز نداریم، از من ما بیرون شوید. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون شدند و ابو رافع غلام آزاد کرده خود را نزد میمونه گذاشت که تا او را به آن محل شریف میگویند به نزد او بیارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همونجا با میمونه زندگی کردند، یعنی زن و شوهر را آغاز کردند از همونجا. و در ماه ذوالحجه بعد این عمره کردهشون بر مدینه منوره برگشتند و در اینجا هنگامی که بر مدینه منوره برگشتند، در اینجا ذکری غزوه معته می شود. در جمادی الاولی سال 8 از هجرت. ابن اسحاق از عروه ابن زبیر روایت میکند که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه جمادی الاولی سال 8 گروهی صحابگان را، گروه جنگی را به طرف معته روان کردند. در آنجا زید ابن حارثه را سردار آنها قرار داد. گفت اگر زید کشته شود شهادت
شهادت به دست بیارد جعفر ابن ابوطالب پیشوای مردم باشد. اگر جعفر کشته شود عبدالله ابن رحوه سرور بگردد. و در اینجا مردم مسلمان تیار شدند و خود را برای برآمدن آماده کردند که عدد لشکریان مسلمانان به 3000 نفر میرسید. وقتی که نزدیکی بیرون شدن این مسلمانان جنگاوران رسید و مردم با این فرمان کرده های تعیین کرده رسول الله ویدا کردند، خیر خوش کردند و با آنها سلام دادند. سپس آنها روانه شدند که با آن سرزمین شام صحابگان کرام رسیدند با آن 3000 لشکر. و در اینجا هنگامی که به این سرزمین شام فرود آمدند بر مکانی که معان نام دارد به آنها خبر رسید که هرقل قیصر روم در معاب، یک زمینی که در آنجا قرار داشت، با 100,000 لشکریان رومیان قرارگاه قرار دادند، آماده هستند. و از قبیله های لخم، جزائی، قین، بحرا در آنجا خوش بودند. زیاده از 100,000 نفر با آنها همراه شده بودند. وقتی که خبر بر مسلمان در اینجا رسید 2 شب در آن معان ایستادند و درباره این کار خود فکر و اندیشه کردند و گفتند که با رسول الله صلی الله علیه و سلم می نویسیم و شماره دشمن را بر او صلی الله علیه و خبر می دهیم، یا رسول الله بر ما نیرو میفرستد یا فرمان میدهد که چیکار کنیم. هر چی فرمان میدهد اون فرمان را اجرا میکنیم. عبدالله ابن رحوه مردم را راهبردی میکرد و گفت ای قوم، قسم به الله همان چیزی را که شما ناخوش دارید همان چیزی است که برای جستن آن برآمده اید. مرگ. یعنی شما امروز این قدر لشکر دارید که میترسید ناخوش میدونید که بمیرید، شما برای هم برآمدید، برای مرگ برآمدید. و گفتند که ما با مردم نه با شماره، نه با قوت، نه با سرآمد آنها می جنگیم، بلکه ما تنها به خاطر همین دین که ما را با این دین اکرام کرده است می جنگیم. پس روانه شویم، یکی از این 2 خوبی رو به دست میاریم، یا غلبه میکنیم یا شهادت رو به دست میاریم. مردم گفتن به الله قسم ابن رحوه راست میگوید، این ابن رحوه راست میگوید. و سپس همگی راه را ادامه دادند، دیگر عقلش نکردن، راه را ادامه دادند. ابن اسحاق میگوید که مردم لشکرهای مسلمان ها حرکت کردند تا آنجا که به خاک بلقا رسیدند، به اون سرزمین، و در آنجا لشکرهای بزرگ هرقل امپراتور رومیان را و عرب ها در آنجا واخوردند آنها را. در یکی از نزدیکی دهه های بلقا با آنها رو پرو شدند. سپس دشمن هم آهسته نزدیک شد و مسلمانان به دهه به نامی که معتنم داشت در آنجا قرار گرفتند و مردم، یعنی که هر دو طرف در آن مکان در آنجا با همدیگر واخوردند، با همدیگر لشکرکشی کردند و در این هنگام مسلمانان با همدیگر آماده شدند، برای جنگ خود را آماده کردند که در طرف راست لشکر خطبه ابن قتاده را گذاشتند که از قبیله بنی عذره بود و در طرف چپ لشکر باشد عبیده ابن مالک از انصاری ها را گذاشتند. ابن اسحاق میگوید که سپس مردم با هم درگیر شدند، 2 لشکر 3000 با 100,000 و سخت جنگیدند. زید ابن حارثه بیرق رسول الله صلی الله علیه و سلم با خود داشت تا اینکه در بین این نیزه های دشمن شهید گردید. بعد جنگیدن خیلی سخت و وزنینه، این هنگام بیرق را جعفر ابن ابی طالب گرفت و پیش رفتن گرفت و جنگید. وقتی که جنگ بسیار سخت شد از بالای اسبش پایین افتاد و اسبش را کشت تا اینکه عقب نشینی نکند، تا اینکه فرار نکند. اسبش را کشت تا اینکه فرار نکند. سپس به سوی دشمن پیش رفتن گرفت تا آن دمی که تا آخران دمی که جنگید و در آنجا شهادت به دست داد. اولین کسی از مسلمانان بود که به خاطر تا دم مرگ جنگیدن اسب خود را به قتل رساند تا که عقب نشینی نکنه، نگریزد، و در آخر شهادت را به دست داد. و در این هنگام با نصیحت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرق را ثابت ابن ارقم گرفت و گفت ای گروه مسلمان، برای بیرقدار، کسی که بیرق را میگیرد، 1 نفر از خودمان را انتخاب کنید. گفتن که تو باش، بگذار تو باشی. گفتن که من این کارو نمیکنم. پس مردم برای بیرق را در دست گرفتن خالد ابن ولید را یک دیلانه قبول کردند، راهبر خود. وقتی 3 نفری که پیامبر وصیت کردند آنها کشته شدند. وقتی خالد بیرق را گرفت دشمن را پشت زد، هوشیاری او، حرکت های ماهرانه او آنها را پس زد و سپس آهسته عقب نشینی کرد، از دشمن کم کمکی کناره‌گیری کرد تا آنکه لشکر را سالم
ایام نگاه داشت از قتل آنها و آنها را به وطن برگردانید. این حادثه مشهور جنگ معته میگویند در سال 8 از هجری که خالد ابن ولید که در آنجا در این مکان در این منطقه سیف الله شمشیر الله این نام را بر او رسول الله گذاشت. ابن اسحاق میگوید که وقتی که این سه نفر زید، جعفر و عبدالله شهید شدند، رسول الله با گفته روایت های ابن اسحاق میگوید که به من رسیده است بیرق را زید ابن حارثه گرفت و با آن بیرق جنگید تا اینکه زید هم شهید شد. سپس آن را جعفر گرفت و جنگید تا آنکه شهید شد. سپس رسول الله لحظه خاموش شد. این هنگام در این میان چهره انصاریان کسانی که در مدینه بودند تغییر یافت. آنها ترسیدند که گمان کردند که شاید درباره عبدالله ابن رحوه که از انصار بود چیز ناخوش افتاده باشد، گویا که رسول الله این جنگ را دیده ایستاده است، واقعا دیده ایستاده است. پس از لحظه رسول الله صلی الله علیه و ادامه داد. سپس بیرق را عبدالله ابن رحوه گرفت و با آن جنگید تا اینکه او نیز شهید شد رضی الله عنه. سپس فرمود من آن سه نفر را در خواب دیدم که در بهشت در بالای تخت‌های طلایی برداشته شدند، اما تخت عبدالله ابن رحوه نسبت به تخت دو همراهش زید و جعفر کمی کج و پایین‌تر بود. من پرسیدم این چه حادثه است؟ به من گفته شد آن دو زید و جعفر فوراً به سوی پیش حرکت کردند، بدون توقف، بدون فکر و اندیشه به سوی پیش حرکت کردند، با دل قوی به شهادت رسیدند. اما عبدالله ابن رحوه کمی در قلبش دودیلگی پیدا شد، تردید شد، بعدا قرار گرفت و حرکت کرد و شهید شد. وقتی که خالد ابن ولید لشکر را سالم برگردانید، همه به او به مدینه آمدند. ابن اسحاق از عروه ابن زبیر روایت میکند که وقتی که لشکر به سرداری خالد ابن ولید به نزدیکی های مدینه رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان برای پیشواز آنها برآمدند. کودکان دوان پیشواز میگرفتند برآمده بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیش مردم به نزد آنها برآمده بودند و کودکان را گرفته بر روی سوارها می‌نشاندند، سوار می‌کردند و چون گفتیم در اینجا همه برآمدند برای پیشواز این لشکر، حتی کودکان از دویدن برآمدند. این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی یک سواره که پیش مردم میرفت فرمود، گفت که کودکان را گرفته بر روی سواره‌های خود بشنونید، سوار کنید آنها را، با خود بگیرید کودکان را و پسر جعفر را بر من بدهید. پس عبدالله ابن جعفر پسر خردسال جعفر ابن ابو طالب را آوردند. پیامبر صلی الله علیه و آله او را گرفت در پیش خود شناندش و این هنگامی که آنها رسیدند، مردم به سوی این لشکریان خاک پاشیدند، از غم و اندوه یا که از باب عیبجویی بر آنها خاک پاشیدند و به سوی آنها گفتند ای فیراری ها سخنها گفتند شما از راه الله فرار کردید، گفتند برای آنها. و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آنها فراری نیستند، بلکه آنها بازگشتگانند برای جنگ دیگر اگر الله خواسته باشد. و در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم این خالد ابن ولید را که لشکر را زنده برگردانیدند، این را سیف الله مسلول گفتند، شمشیر کشیده الله. نکی سخن رسول الله بیانگر آن بود که این لشکر باز هم خواهد جنگید و در آینده پیروز خواهد شد. این بود این خلاصه این قصه مبارک از این جنگ مبارک که بر ضد این رومی‌ها در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله این کار رخ داده بود، بر ضد این امپریای بزرگ هرقل عظیم روم که سپس در زمان خلافت ابوبکر صدیق با ضد آنها می‌جنگند، از خلافت عمر فاروق بعد شکست می‌خورد. این امپریای بزرگ در آن زمان‌ها بس پس شکست می‌خورد. خیلی در اینجا سخن رو به اتمام رسانیم. درس دیگر از زنده باشیم، بعد فتح مکه می‌شود ان شاء الله، پیروزی پیامبر صلی الله علیه و آله فتح مکه رو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.